منزل حالا میخواد رهبر انقلاب متولد بشه. گفت ماها از اتاق بیرون کردن، قابل توی اتاق داشت زمینه تولد این فرزند جدید رو فراهم میکرد. گفت یه مرتبه دیدم صدای قابله بلند شد که علی نگهدارت باشه. این تعبیره. گفت ما در رو باز کردیم اومدیم تو، گفتیم چی شد؟ گفت که این آقا یعنی مقام آزار رهبری وقتی میخواست از بدن مادر خارج بشه گفت یا علی. گفت تا این کلام رو شنیدم قابله گفت علی نگهدارت باشه. این داستان رو نقل کرد. این تموم شد. این مزخرفات کجا نوشته شده است؟ تو به چه حقی آبروی شیعه رو میبری؟ تو چه کاره دینی این مزخرفات رو میگی؟ و تو چرا گریه میکنی؟ تو یک جوان چرا عرضه میکشی با این مزخرفات؟ و حالا 4 تا بی‌سواد به نام مذهب، به نام هیئت، به نام حسین هر غلطی دلشون میخواد بکنن و تو بشینی باش عرضه بکشی. کجا این حرفا رو زدم؟ سندش کجاست؟ تقصیر شما مردم، تقصیر شما سینه زنان. شما رو میدید به من که هر غلطی دلم میخواد بکنم و هر چی به ذهنم میرسه بگم. شما مقصرید.